حیوانات عجیب و غریبی در ایران وجود داره که افراد زیادی از وجود آنها بیخبرند و ظاهری خاص شگفت‌انگیز و ناشناخته دارند. در این ویدیو در مورد 5 حیوان عجیب و غریبی که در ایران وجود داره صحبت می‌کنم و در آخر با حیوانی آشنا میشی که هنگام خطر بمب مدفوع پرتاب می‌کنه. مورد اول، ماهی بالی یا پرنده ماهی. پرنده ماهی از آبزیان عجیب و منحصر به فرد آبهای خلیج فارس که 2 گونه از خانواده این ماهی در سواحل جنوبی ایران وجود دارند و در زبان بومی به آنها چینگو میگن. برخلاف سایر ماهی‌ها، این آبزیان زیبا بالهایی چون پرندگان دارند و روی سطح دریا پرواز میکنند. در حقیقت این ماهی برای فرار از دست شکارچیان با بالهای بزرگ خود از آب بیرون میاد و مدتی رو در هوا میپره. ماهی پرنده با دمش به سطح آب ضربه میزنه و تا 50 متر به سمت جلو پرواز میکنه و هر بار که از آب خارج میشه این عمل رو 50 تا 70 بار تکرار میکنه. با این روش اون میتونه به مدت طولانی روی سطح آب پرواز کنه و اگه دریا مواج باشه خوش به حالش میشه، زیرا با کمک موجها و بسر خوردن روی امواج و هوا بیشتر روی حالت پروازی باقی میمونه. جالبه بدونید در سالهای 1900 تا سالهای 1930 با تقلید از فرم بدن این ماهی و الهام از پرواز این پرنده ماهی شروع به طراحی هواپیما کردند. مورد دوم، همه میدونن ماهی‌ها خارج از آب نمیتونن زنده بمونن و سریعا میمیرن. اما بسیار شگفت انگیزه که در نواحی جنوب ایران اطراف آبهای خلیج فارس یک ماهی وجود داره که روی خشکی حرکت میکنه و در باتلاق و گلولای زندگی میکنه. این ماهی بسیار در ایران دیده میشه و اسم آن گلخورکه و به نامهای اشلمبو یا بوشلمبو هم صدا زده میشه. این ماهی دوزیست بیشتر مواقع خارج از آب دیده میشه و زیاد آب رو دوست نداره و از حشرات و حیوانات کوچک تغذیه میکنه. گلخورک به جای آبشش کیسه‌های مشبکی در داخل دهان خود داره و از آنها برای نفس کشیدن در خشکی استفاده میکنه. گلخورک دست و پا نداره اما باله‌های ماهیچه‌ای قدرتمندی داره که به واسطه آنها میتونه در خشکی راه بره. جالبه بدونید هر کی این ماهی رو از نزدیک دیده متوجه شده یک سری صداهایی از خودش تولید میکنه که باور نکردنیه. برخلاف جثه کوچک، چشمای درشتی داره که بسیار خودنمایی میکنه و برای اینکه مراقب دور اطرافش باشه میتونه چشماشو 360 درجه بچرخونه. اگه میخوای این ماهی رو ببینی یه سری به جنوب جزیره قش، خصوصا جنگل زیبای حرا و مانگورو بزن و زمانی که سطح آب پایینه از دیدنش لذت ببر. باورت میشه در کویر کشور خودمون یه جانوری وجود داره که از گربه بزرگتره و به دلیل پاهای بلندش مثل کانگورو میپره و حیوانات بزرگتر از خودش رو شکار میکنه؟ قبل از اینکه بهش بپردازیم ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید. مورد سوم، سیاهگوش. سیاهگوش یا کارکال از زیباترین گربه‌های وحشیه که زیستگاه اصلی آن حاشیه کویر مرکزی ایرانه. این جانور بیشتر در کویر کارکال که در یزد واقع شده وجود داره و نام‌های محلی زیادی داره، مانند سیاهگوش، کاراکال، منگوله‌گوش، یوزو و غیره، و به دلیل گوش‌های بزرگ خوش‌شنوایی بالایی داره و به صدا به شدت حساسه. سیاهگوش با پریدن بر روی پشت حیوانات بزرگتر از خود و گاز گرفتن گردن و دریدن گلوی آنها با آرواره‌های محکم خود این حیوانات را شکار میکنه و از آنها تغذیه میکنه و به واسطه این رژیم غذایی توانایی زنده ماندن در کویر رو داره و به دلیل پوست قهوه‌ای که داره به راحتی میتونه پنهان بشه و مشاهده یا تشخیص آن بسیار دشواره. زندگی در نواحی خشک سبب شده تا این جانور به مدت طولانی بدون آب زندگی کنه و نیاز آبی بدن خود را با رژیم غذایی گوشت تازه تامین کنه. آیا تا به حال کسی سیاهگوش را از نزدیک دیده؟ اگه دیدین تو کامنت ها بهم بگید. در کویر ایران جانوران زیادی هستند که برای بسیاری از ما ناشناخته هستند و یا در آستانه انقراض هستند. بریم که به مورد جذاب چهارم بپردازیم. مورد چهارم، هوبره یا پرنده بمب‌افکن. پرنده کویری زیبا که موجودی مرموز، حساس، خجالتی، تک همسر و متعهد به زندگی زناشویی. این پرنده همه چیز خواره و برای از بین بردن آفات کشاورزی و کمک به کشاورزان نقش مهمی داره. هوبره نماد استان یزد و در کویر خراسان جنوبی دیده میشه و به او لقب طلای زنده بیابان دادن. این موجود خاکی رنگ و بیابان دوست پرنده‌ای دونده است و بیش از پرواز کردن معمولا راه میره و زمانی که احساس خطر کنه مدفوع چسبناک خود را مانند بمب به سمت پرنده شکاری پرتاب میکنه، زیرا باعث به هم چسبیدن پرهای شکارچی و سقوط اون میشه. به گفته محققان هوبره بسیار حساسه و اگر وارد منطقه‌ای بشه و حس امنیت نداشته باشه از آنجا میره و دیگه هرگز بر نمیگرده. اما این پرنده به دلیل شکارهای بیش از حد در آستانه انقراضه. مورد پنجم،
یکی از جذابترین و خطرناکترین موجودات دریایی که در خلیج فارس وجود داره و نزدیک شدن به آن خطر مرگ داره، سفره‌ماهی برقیه و نام فارسی آن سپرماهی برقداره. موجودی شگفت‌انگیز و خارق‌العاده از گونه آبزیان که در عمق آبهای مناطق گرم دیده میشه. زیستگاه اصلی این نوع ماهی در غرب اقیانوس هند، دریای سرخ، جنوب آفریقا، خلیج فارس و دریای عمانه. این نوع ماهی برای دفاع یا شکار از نیروی الکتریسیته استفاده میکنه. سپرماهی برقدار ایرانی در حدود 100 تا 200 ولت برق تولید میکنه که برای متوقف کردن قلب یک انسان کافی به نظر میرسه. سفره‌ماهی از این نیروی برق به جهت شکار، دفاع، فراری دادن مزاحمین، جهتیابی و ارتباط با سایر سفره‌ماهی‌های برقدار استفاده میکنه و اگر کسی سعی کنه با پوست این جانور تماس برقرار کنه، انرژی الکتریکی آزاد میشه و شوک، بی‌حسی، فلج و حتی باعث مرگ فرد تماس گیرنده میشه.